بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، بعضی ها آرزو میکنن بعد از اینکه ماه مبارک رمضان خلاص شد و عید سعید فطر اعلان شد، بعضی ها وقتی که در طول ماه مبارک رمضان احادیث خواندن و آیات خواندن و مواعظ شنیدن و عبادت کردن، بسیار فضائل برای روزه بود. اینا تو میگن که کاش کمی روزه مکمل سال می بود و کاش ما میتونستیم که مکمل سال روزه میگرفتیم تا که ثواب مکمل سال روزه بر ما داده میشد. دوستان عزیز، همین تقاضای ما و شما را که میگیم کاش که ما میتونستیم مکمل سال روزه بگیریم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک پیام داده که میتونیم ما و شما مکمل سال روزه بگیریم. چه قسم میتونیم مکمل سال روزه بگیریم؟ شاید برای بعضی دوستا سوال پیدا شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را امام مسلم روایت میکنه میگه که من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، یعنی میگه اگر یک کسی ماه مبارک رمضان روزه گرفت و بعد از او 6 روز از ماه شوال روزه گرفت، کان کصیام الدهر، میگه این می باشه مثل ای که یک نفر مکمل سال چی کرده باشه؟ روزه گرفته باشه. بعضی میگه نفهمیدم چه قسم. بله، ما و شما میفهمیم که وقتی انسان یک عمل میکنه الله سبحانه و تعالی 10 چند برش ثواب میده. حالا ما و شما روزه گرفتیم ماه مبارک رمضانه، یک ماه روزه گرفتیم، اگر الله سبحانه و تعالی این قبول بکنه و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی قبول بکنه، این میشه 10 ماه روزه. پس وقتی که یک ماه روزه گرفتیم، این 10 ماه روزه شد، 10 ثواب گرفتیم. 2 ماه کم بود شد. 2 ماه ما چند روز میشه؟ 60 روز میشه. ما و شما 60 روز دیگه نیاز داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی 6 روز دیگه از ماه شوال، یعنی بعد از رمضان مبارک، شوال مکرم است، ماه شوال بغیر از روزای عید، یعنی روزای عید روزه نمیگیریم، بلکه بعد از عید همین ماه را 6 روز روزه بگیریم. اونجا شد 1 ماه ضرب 10 چند؟ 10 ماه شد. 6 روز دیگه که ضرب 10 بکنیم که هر روزش 10 ثواب داشته باشه، 6 ده میشه 60 و 60 روز ما میشه 2 ماه. پس 10 ماه اونجا شد، 2 ماه همی شد، این شد 12 ماه. پس از این خاطر ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام رمضان و ثم اتبعه بست من شوال، هر کس که ماه مبارک رمضان روزه گرفت باز او را با 6 روز ماه شوال مطابقت کرد، یعنی 6 روز از شوال هم روزی نفلی گرفت، کان کصیام الدهر، مثل که این مکمل سال روزه گرفته باشه. انشالله دوستای عزیز، عیدتان مبارک باشه و الله متعال طاعات و عبادات ما شما را قبول بکنه. و این پیام هست برای روزایید که دوستای عزیز این فرصت از دست نتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.